من تا بلوچ باید بیتی بلوچی بدارین، تا ایران هم نبیتی تا زمانی که بلوچ قدرتمند نبیتن، بلوچ باید قدرتمند بکنیم شما. ایران دارگاه چی ایرادی نیستن. من تا سوسیال دموکراتی زان آدیگو تا کمونیستی زان آدیگو تا مسلمانی زان تا هر کسی هر چیزانه بالا باید بلوچی بده. کانسپت اولشی بیتی که بلوچستان باید بلوچی بیته. اگر نه مشکل کپی مردم. اگر نه سرزمینی برانتی پا دیگه نامی و شما شما توجه بکنه. سلامت و اشی که مثلا ما یک چیز مشخصه که ما به خاطر ما یک چیز ناسیونالیسم سک مهمه، ملیگرایی سک مهمه، ولی خب ملیگرایی ناسیونالیسمی که من برتری طلبی بیتن به هر نامی ها بیت مثلا تبلیغ بکن که زبان فارسی بهترین زبان فارسی بگره. نه شما نیست بلوچ ترکیم بیتن یا هر کسی دیگه بیتن. من بلوچ کمونیست دیدم، من اوشیتن شو پارسی بلوچ زبان سر اصرار کنه، فارسی زبان بهترین. همه که لیدر، همه که مقاله نویسنی چپان مقاله نویسنی مردم همین خبرش کده بودن. شو پارسی و تیز تو که اصرار کنه زبان بلوچی چی اصرار بکنه، پارسی اصرار مکنه. چی همه کلونایز مایندی هستین تی تو فارس بالاتره، فارسی زبان بذاری به نفس مایند. هم کمونیست بالاتر کمونیستان بلوچستان نامش نگم ولی چیز هستن و هم کلونایز ماینده. من نظرم شما کتاب وانتا یا نگه وانتا گشم متوجه بودتگند یا نه، ولی اصل شد که ما شما باید هیچ چیزی ها چه بلوچ ها چه بلوچستان بالاتر مزانی دوستان باید برابری بلوچن، نه به تسلط، آزادی و برابری. نه شعار مجاهدی نبیده، نه شعار پهلوی بده. فقط عدم تسلط شروع بکنه. عدم تسلط بلوچ مردین پذیری نمبی، مسترین برات و کسرین برات نمبی. جمهوری سوئد، پادشاهی ملک جمهوریت سوئد های که تا اگه چوکا بجنه دولت چطوری چطور حق نیست چوکا بجنه. جمهوریت یعنی همین چوکا چطوره نصیحت کنه، چوکا تو با تربیت بکنه. همه دولت مثلا همشی که مردمانو مدرسه عد بکن، بهداشت عد بکن، کار جور بکن، نه مردمانو بکشید. ایشی اکشن جمهوری بالاتر دموکراسی، بالاتر لیبرالیسم، ولی نه جمهوری که جمهوری خانه ایرانی بشنده. ایشی با توجه بکنه. سلامت. ببخشید نبر پر دراز کشتم.